مرد در وطن میرد، نامرد در خواری. ولی امروز میبینیم که اکثریت این حکمتی همین روز همین زمان رو انکار میکنند و دلیل پیش میارند که چیکار کنیم که در تاجیکستان جای کار نیست. من 100 نه هزارها مثال آورده میتوانم امروز که در همون زمانی بسیار مرکب، دهشت انگیز، پیچیده، یعنی در وقتی جنگی دهشت انگیزی خانه براندازی تقدیرسوزی کشور، آدمانی رو میدونستیم که آسایششان رو در خارج برهم زدند، کار خوب هم داشتند، پرداختند و به کشوری علم دیده و جنگ زده برگشتند و در اینجا تلاش کردند و زندگی شاهانه نیز پیدا نمودند. من بازم تاکید می‌دارم که 1 2 3 نه صدها چنین مثال ها میتوانم بیارم و امروز از یک شخصیت یادآور میشوم که کل تاجیکستان شکر امروز او را میدونند و همچون مردی موفق اعتراف هم کردند و میکنند. چاره دیگر هم نداریم، چون که او با عملهای خود در دل و دیده کل ساکنان کشور جا گرفته است و گمان میکنند اکثریت مردم که او شاید آسان یا با دستگیری کیم کسی به این موقع و مرتبه رسیده. ولی من شاهدم که وقتی او از لنینگراد پیشین برگشت، در تاجیکستان علاقه نابسامانی ها آغاز یافته بودند و وقتی که جنگ خانه براندازی تقدیرسوزی شهروندی آغاز گشت، یار و رفیق همدرسان سابقش که در گوشه و کنارهای دنیا از آن جمله در شهری آوازدار امروز سنت پترزبورگ زندگی میکردند، او را از نو و اون وقت لنینگراد نام داشت، به لنینگراد خواندند. ولی او دست کشید به ایراد مردم که آنجا زندگی خوب سازمان میدهد و میتواند که دست 1 صدها را گیرد. اعتبار نداد، گوش نکرد. در علاهیدگی ابراز می داشت که من باید در همین دیار خویش که به دهشتی نافهمی ها گرفتار شده است باید خدمت خود را کنم، مردم را هشدار دهم تا از گریبانگیری هم دیگر دست کشیده و آبادی وطن کمری همت بندند. این شخصیت که امروز گفتیم اعتراف شده است سیاف میزراب می باشد. بله، همون مؤلف و مؤسس و امروز سردبیری گازیته مردمی آوازدار کشور که این منبر رو در کل خاندان تاجیکستان علاقه میدونند، خدمت‌های رو اعتراف میکنند و با بسیار زحمت‌های میان شکن تا به این مرتبه رسید. و آن شب روزی که او با کارهای ترغیبی آغاز کرد، او را برای چنین عملهایش نه تنها مذمت میکردند، این چنین چند مرتبه به قتل هم رسانیدنی شدند، چند مرتبه حکمش را نیز برآوردند. خود او چند روز پیش در فیسبوک با یک پیشنهاد این شبکه اینترنتی سرتاسری رسمی هر دیما را پیشنهاد کرده یادآور شد که سیاف میزراب با میراحمد امیرشاهی 7 سال باز رفیقند و چیز اندیشه هایتون رو گوی پیشنهاد سازید و او با یک جمله یک اثر پیشنهاد کرد که من شاهد حقیقتا هم اقرار شدم به هنری سیاف میزراب که او در جوانی‌هاش با همون نام و نسب اصلی پیشنهاد میشد، یا او رو ایشانی سیف‌الدین میگفتند و یا سیف دوسیوف. وقتی که او چسب تلاش کرد با میدان ها، حتی مراجعت نمود که
ما باید دستی به دست به تاجیکستان چون یک فرزند خدمتی به واسطه شخصی اونا برای آبادی و آزادی پیشنهاد سازیم. او موردی تحقیر و تعدی قرار گرفت و خیلی که خودی او یادآور شد اگر چند مرتبه به کشتن حکم گشتن او رو اگر کتابت کنیم کتاب شدنش امکان دارد. ولی من این رو به واسطه شاهدم و سبب اصلی در یاد و خاطر سیاف میزراب موندن این نیست شاید در آن باشد که اون شب روز شکر من امکان داشتم ماشین داشتم و میتونستم بعضی کارها رو راه اندازی کنم و او جسارت داشت مورد شناس بود و بعضا در موردهای ما به سفر میبر آمدیم یا کارهای رو انجام میدادیم که هر سری قدم خوفی مرگ رویارو بود و او باشد ابراز میداشت که بچه کنجه بابای امیرشاه تقدیر مونده چیزی باشه میبینیم و چی طوری که الحال ابراز میدارن در پرتای پیش میشیشتم میگفت که هایش کن در میدانهای جنگ هم بودیم در زد و خوردها هم اشتراک داشتیم و چندین مرتبه حتی یار و رفیق خیش و توار اهل و بیت هم از ما رو گردوندن ولی سیاف میزراب از راهش نگشت. در همون زمانی که مردم به یک لقمه نان احتیاج داشتند در پایتخت چند خانه خرید شرایط و امکان مهیا ساخت که نه تنها دست خیش و توار و اهل و بیت رو گیرد دهها صدها حتی هزاران آدم رو از راه بد گردان و کار تأمین کرد و امروز هم میبینیم که او آدمان بسیاری رو هم رهبلد می شود هم مصلحت می دهد و هم به کار تأمین می کند. در این رویارو بازم به خاطر بیاریم همون حکمتی پیشتر یادآور شده خیش رو که یک مصرع از یک غزل ماندگار شاعر روزگار دیده امروزه تاجیک شاعر خلقی تاجیکستان علی محمد مرادی است که تاکید اندر تاکید من گمان میکنم باعث پیشنهاد ساختن است. بازم یک بار دیگر در اینجا یادآور میشوم میگوید که مرد در وطن میرد نامرد در خواری. بله آنکه بیرون از زادگاه خود از زادبوم خود از کشوری خیش شاید دولت ثروت زیاده به دست بیارد بالای تنگه و تیلو هم خوب باشد او هیچ وقت آرام و آسوده نیست او هیچ وقت آسایش ندارد و ما این روزها رویارو میبینیم که آنهایی که از کشور ما برای کارجویی و دیگر گوشه و کنارهای عالم میروند اصلا که با خواری و زاری چیزی به دست میارند ولی از همه بدی کار در اون است که آنها قدر و قیمت ندارند و در ایراد آنها که در تاجیکستان جای کاری نیست این بهانه بیش نیست. بله چلی که مثال آوردم وقتی که سیاف میزراب از لنینگراد آوازدار زمان شوروی برگشت در تاجیکستان نه تنها جای کار نبود حتی همین نان عادی خوردنی نبود ولی او وطن رو پرتافته به کدام گوشه دنیا که رو دعوت هم کردند فرار نکرد و او موفق گشت و امروز او حقیقتا هم سزاوار صاحب شدن این وطن است وقتی که همه روزه ابراز می‌دارد که ما میتوانیم و من شاهد میشوم که بعضی ها ریشخند میزنند ایراد میگیرند چی میتواند توانستن یک شخص همین است و من چون عمل این مردی دلاگاه که با محبت در خانه خود در زادبوم خیش در کشوری عزیزش فعالیت کرده تا با منبری سرتاسری مملکت رو که بیوسته خودش ساخت صاحب شد رسید. رویاروی شما بیننده های عزیز می توانم هر روزه مثال های پیشنهاد کرده باشم. برای همین من
شما رو دعوت به آن میکنم که بیایید چخیلی که سروری محبوب و دلاگاه و مورد شناس و نهایت جسوری زمان گذشته پرزیدنت محبوب تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تأکید می‌دارند خانه ما رو غیر خود ما هیچ کس آباد نمی‌کند و کسی که در خانه خود در زادوم در کشور خیش فعالیت می‌کند خیر و برکتش نه تنها به خود به اهل بیت خیش و تبار به همین سرزمین میماند و آینده ها در حق روح و ارواح خودش و اهل بیت گذشته هایش دعای خیر پیشنهاد می نمایند که دعای رعیت در نزد خداوند مستجاب می گردد. برای همین باید ما از خانه خود آغاز کنیم. شکر پروردگار استقلال کامل دولت ملی، تنجی و آرامی و صلح و صلاح سرتاسری و وحدت ملت الحال شرایط امکانیت پیش آورده که ما از حوله خود از دروازه خیش نبرآمده می توانیم زندگی خود را سازمان دهیم و حتی همه روزه امکانیتی داریم که دست یک دو ده ها را گرفته باشیم. برای همین در این اطراف که بحث و مناظره ها زیادند بیاید همراه بحث میکنیم با ادبانه اندیشه های خود را ابراز می‌داریم و شاید در آبادی این کشوری در گذشته جبری تاریخ دیده یک سهم خود را با محبت خاصه خیش پیشنهاد سازیم تا در آینده خیر و برکت آن را اهل بیت ما فرزندان و نبیره و ابیرمان یعنی پسوندهای دور و نزدیکمان نیز دیده باشند و از عمل ما افتخار کنند در آبادی کشور عزیزمان سهم گذارند.